امروز میخوایم با هم گرونترین و پرآپشن ترین موتور پلاک ملی ایران رو بررسی بکنیم که در مجموعه موتو کارپلی از بعد تکنولوژی کاستومایز کامل شده. کودر 400 سی سی چهارچرخی که با وجود قیمت گزاف آپشن‌های بسیار محدودی داره. برای حل این مسئله ما مانیتور کارپلی و اندروید اوتو 7 اینچ با پایه کاستومایز شده، رادار نقطه کور، گرمکن فرمان با 3 حالت گرمادهی مختلف، همگی با استفاده از سیمکشی اتوماتیو و چسب اتوماتیو تسای آلمان و گرمکن زین برای راننده و سرنشین روی این موتور نصب کردیم. طور که همه میتونیم حدس بزنیم این جثه بزرگ با وزن زیادی که داره توسط دوربین‌های عقب و جلو که به تفکیک روی صفحه نمایش قابل نمایش هست و استفاده از لاستیک‌های شینکو کره‌ای که به جای لاستیک‌های بی‌کیفیت ایران یاسا نصب شده به راننده اطمینان خاطر بیشتری میده. همچنین برای حل مشکل فضای بار کوچک زیر زین کودر، پایه‌های نگهدارنده طراحی و باکس‌های جانبی و اصلی 130 لیتری آسان بازشو روی آن نصب شد. شما هم جهت انجام پروژه‌های مشابه و یا مشاوره می توانید از طریق دایرکت اینستاگرام و یا شماره تلفن‌های مجموعه موتو کارپلی با ما در ارتباط باشید.